داداش سلام خوبی؟ من دو سه باری رد شدم این مسیر رو دیدم که داری صحبت ایرانی و خیلی هم نگران اتفاقی افتاده داداش. فراموشی داره. الان 50 تموز رفتم اون بر 50 تموز اومدم این بر پیداش نمی‌کنم. آب شده رفته زمین. رفتم یه سرویسی من خودم رفتم تو موکب خانم. اون مسیر رفتم گفتم چرا در وایس منم نمیشناسم. الان نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. یعنی اسم شما بلد نیست شما رو نمیشناسه. من خدا سنش بالاست فراموشی داره. این همه آدمو چجوری بگردیم دنبالش؟ دستت چرا حالا خونی شده؟ بیا بذار روش. چرا دستت خونی شده؟ هول شدم نمیدونم کجاست. نگران نباش الان پیدا میشیم. دو سه تا بچهای ما هم هستن میگردیم پیداش میکنیم. درسته خیلی شلوغه خیلی ازدحامه تو مسیر پیاده رویه ولی ان شاءالله پیداش میکنیم. أنا شوف أبوك بالطريق بين أبوك؟ إيه بالطريق ای بابا پیدا میشه. این جلوتره پدره. ولی کجا بودی؟ منو میدونی بابا؟ من یه کی دارم دنبالت میگردم. بابا یه آقای اومد گفت گم کردی پسرتو دستی منو گرفت گفت بیا بریم بشه پسره آیه بود گفتولم بود ازش خیلی نورانه بود ممنون که دارم Başını üstte Fatıma